طول سالهای صاحب استقلالی کشور ملت صاحب تمدن تاجیک با سیاست دوراندیشانه و سازنده پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانستند با پیشروی‌های زیاد نائل گردد. رشد و پیشروی‌ها از زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان درک می‌دهد. تعمیر و از نوسازی شاهراه‌های کشور وسیله است در بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان مملکت، زیرا با بهتر گردیدن سطح و صفت راه‌های نقلیات‌گرد می‌تواند رفت و آمد خلق‌های جهان زیاد گردیده در رشد و پیشرفت ساحه سیاحی مملکت عزیزمان سهمی نظررس گذارد. گفتن به مورد است که شاهراه وحدت نورآباد یکی از شاهراه‌های اهمیت بین‌المللی داشته به حساب رفته در دوران صاحب استقلالی کشور شاهد هزارها مهمانان داخلی و سیاحان خارجی گردیده است. با وسیله این شاهراه مردم مهنت‌قرین و مهمان نواز ناحیه فیض‌آباد رفت آمد همیشگی خویش را به پایتخت مملکت شهر دوشنبه دارند. هر سیاحی که به ناحیه فیض‌آباد به سیر و سیاحت می‌آید از دیدن پیکره‌ها و مجسمه‌ها، آشخانه و مهمانخانه‌های خوش‌طرح و زمانوی و آویزه‌های بنیادگردیده سریراهی در تعجب می‌ماند. ناحیه فیض‌آباد یکی از گوشه‌های دل‌آویز و زیبای تاجیکستان است. آن با تل و تپه‌های بلند همیشه سبز و خرم، آب و هوای مساعد و مردم شریف و سازنده‌اش کی‌ها باز در مملکت و بیرون از آن شهرتیار گردیده است. در حدود ناحیه فیض‌آباد 8 جماعت دهات و 1 جماعت شهرک موجود است.